موضوع که من میخوام امروز در موردش صحبت بکنم که مبتلا به جامعه ما هست و نیازهای زیادی را مردم در قراردادهاشان و روابط بین خودشان در رابطه با موضوع قراردادهای حقوقی که دارن میخوام توضیح بدم و استفاده او در قراردادهاست و معاملاتی که دارن با هم. موضوع ماده 10 قانون مدنیه. ماده 10 قانون مدنی صراحت داره، میگه که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین موضوع استفاده این ماده 10 در بسیاری از قراردادها که امروزه در قالب قراردادهای معاملاتی بین مردم وجود داره بسیار استفاده میشه. این موضوع ماده 10 در واقع قراردادهای خصوصی هستند که اصل آزادی اراده را در این موضوع بسیار مورد گسترش